یه زمانی بود روس‌ها به آمار شکار پدافندی 100 پهپاد اوکراینی در یک روز رسیدن و خیلی هم به اون مینازیدن. اما این آمار ثابت نموند و یک جهش سینوسی خیلی آروم داشت، به حدی که روس‌ها هر هفته رکورد هفته قبل رو میشکستن. آمار روس‌ها از هفته‌ای بیش از 100 شکار پهپاد اوکراینی به 200 به 400 و در حال حاضر به حدوداً چند صد پهپاد در طول یک روز رسیده. این موضوع کیفیت پدافند روس‌ها رو نشون نمیده، توانایی تولید انبوه اوکراینی‌ها رو نشون میده. اوکراینی‌ها تو خط مقدم درگیر جنگ، زیرساخت‌های صنعتی بزرگشون از بین رفته، اما با این حال میتونن این حجم از تولید انبوه رو داشته باشن، اونم برای پهپادهای انتحاری میان برد بلند و دوربرد خودشون. به طور مثال چند شب پیش بود که رسانه‌های روسی ادعا کردند در یک موج حمله هماهنگ اوکراینی بیش از 400 فروند پهپاد انتحاری اوکراینی در عمق خاک روسیه در حال پرواز هستند. هرچند که روس‌ها ادعا کردند در همون شب بیش از 370 فروند پهپاد از 400 فروند رو شکار کردند، اما باز هم این حجم از پهپاد انتحاری برای اوکراینی که عملاً هیچ زیرساخت مناسبی دیگه نداره، تولیدش واقعاً قابل قبوله. گزارشات روس‌ها حاکی از اینه که پهپادهای انتحاری اوکراین با قطعات دم دستی بازار سیاه، قطعات تجاری و صنعتی ساخته میشن که گاهن کیفیت بسیار پایینی هم دارن. این موضوع در کلیپ‌ها و فیلم‌هایی که پهپادهای اوکراینی دچار خطا میشن و با جنگ الکترونیک به راحتی فریب میخورن هم کاملا صدقیت داره. اما اینکه اوکراینی‌ها موفق شدن با قطعات دم دستی، تجاری و صنعتی پهپاد انتحاری بسازن، خودش یک نکته فوق‌العاده است. اما بانک هدف درستی که اوکراینی‌ها انتخاب کردن باعث شده که این روزها بحران انرژی و تشدید بحران‌های سوختی رو در روسیه ما شاهد باشیم. در واقع اوکراینی‌ها روی دکترین خودشون قمار بزرگی کردن. اونا قبل از شروع جنگ در سال 2022 دکترین جنگ‌های اثرگذار رو از کشورهایی مثل استرالیا، کانادا، آمریکا و برخی از کشورهای عضو ناتو وارد کردن، اون رو پیاده سازی و در حال حاضر به مرحله اجرا رسوندن. دکترینی که در اون اوکراینی‌ها به دنبال بیشترین صدمات و اثرگذاری روی طرف مقابل هستن با سلاح‌های ارزون قیمت. اوکراینی‌ها در ابتدا تلاش خودشون رو برای نابودی پدافند روسیه به کار بردن. دیدن که نمیشه، زیرساخت‌های پدافندی روسیه بسیار گسترده است، بسیار مستحکمه و عملاً هرچی بزنی تموم نمیشه حالا و اثرگذاری هم روی اقتصاد روسیه چندان نداره. اما با تغییر بانک هدف و ایجاد رویکرد جنگ اثرگذار روی زیرساخت‌های انرژی و تأسیسات نفتی روسیه موفق شدن که صدماتی رو به روس‌ها وارد کنند، در حدی که این روزها ما شاهد هستیم روس‌ها از یک تولید کننده نفت به وارد کننده مایعات سوختی تبدیل شدن و از چین یا برخی کشورهای دیگه نفت و مایعات نفتی رو دارن وارد میکنن گاهن، چون دچار بحران شدن. اوکراینی‌ها برای تولید این حجم از پهپادهای انتحاری که بتونن پدافندهای متراکم روسی رو بشکنن، به رویکرد تولید نامتقارن روی آوردن. اونا صنایع خودشون رو تقسیم کردن، در کارگاه‌های فوق‌العاده کوچیک قطعات رو میسازن، قطعات رو مونتاژ میکنن و قطعه و تکه تکه پهپاد رو کاملا مونتاژ میکنن. این موضوع باعث میشه که نابودی این شبکه عملا مخفی و پراکنده و متراکم اوکراینیا کار سختی باشه برای روس‌ها. اما از طرف دیگه این شبکه آنچنان متراکم و قدرتمند شده برای اوکراینیا که این چنین حجم پهپادی رو داره به اوکراینی‌ها تحویل میده. به طور مثال ما این روزا شاهد هستیم که پهپادهای سری FP اوکراینی که در سه نوع FP1 FP1ER و FP2 طراحی میشن به تولید روزانه 200 فروند رسیدن، یعنی 6000 فروند در ماه، که یک عدد فوق‌العاده عجیب و غریبه برای اوکراینی‌ها. اما نکته فوق‌العاده قابل تأمل‌تر اینه که بنا به گزارشاتی که روس‌ها منتشر کردن، بیش از 30 کشور دنیا قطعات مختلفی رو در اختیار اوکراین گذاشتن یا اوکراین از اونها قطعاتی رو خریداری کرده که در ساخت پهپادهای انتحاری از اونها بهره برد. قطعات شاخصی چون موتورهای ساخت جمهوری چک،
برخی قطعات الکترونیکی و سیمکشی های ساخت رومانی، سرهای جنگی صربستانی، قطعات و بردهای الکترونیکی ساخت تایوان، چین و یا حتی ژاپن و کره جنوبی، سیستم‌های هدایت و کامپیوترهای مرکزی ساخت آمریکا و حتی سیستم‌های اپتیکی ساخت کانادا. تماما اینا قطعاتی هستند که از کشورهای مختلف یا در اختیار اوکراین قرار گرفتن یا از بازارهای سیاه تهیه شدن. اوکراینیان موفق شدن که این قطعات رو در کنار همدیگه بچینن و نمونه‌های مختلف از پهپادهای انتحاری رو این روزها در اختیار دارن، به حدی که با توجه به اینکه درگیر جنگ هم هستن کم کم دارن توی بحث صادرات هم ورود میکنن. چندین قرارداد با کشورهای چون ایتالیا و انگلیس بستن و دارن پهپادهای تاکتیکی و انتحاری رو میفروشن، موضوعی که میتونه به درآمدزایی اوکراین هم منجر بشه که نکته نگران کننده برای روس‌ها. در واقع کیفیتی که اوکراینی ها ارائه میدن موضوعیه که باعث میشه محصولات اونها به بحث صادرات برسه. اوکراینی ها در روزهای اول پهپادهاشون از جنگ الکترونیک صدمه میخورد. با کمک کشورهای مختلف و حالا بهسازی در سیستم‌های هدایت این موضوع رو تا حدود بالایی برطرف کرده. پهپادهاشون میزان RCS یا سطح مقطع راداری بالایی داشت. با کمک متحدان خودشون تجربه خودشون در بحث مواد و متریال رو افزایش دادن و موفق شدن که بدنه پهپادها رو به شکلی بهتر و رادارگریزتر بسازن. از نظر قطعات هم کم کم خودشون سازنده قطعات شدن و ما امروزه شاهد هستیم که برخی از پهپادهای اوکراین 30 40 یا 50% قطعاتش بومی خود اوکراینه. موضوعی که نشون میده اوکراینی ها به شدت توی توسعه پهپاد خوب بودن و تونستن خودشون رو به عنوان یک مونتاژکار، یک طراح بالفطره و یک بکارگیرنده قدرتمند در دکترین های جنگ اثرگذار نشون بده. روسا هنوز نتونستن جلوی حملات فوجی پهپادهای انتحاری اوکراین رو بگیرن. حملاتی که زیرساخت‌های انرژی، پالایشگاه‌ها و تأسیسات نفتی رو داره عملاً پودر نیست خورد و نابود میکنه. در واقع اوکراین با یک استراتژی فوق‌العاده درست، یعنی قطعات ارزون علیه تأسیسات میلیاردی، موفق شده که اقتصاد روسیه رو دچار آسیب کنه. موضوعی که خیلی وقت بود به دنبالشه و ما چه بخوایم بپذیریم و چه نخوایم بپذیریم این بخش جدایی ناپذیر از دکترین های جدید جهانه. سلاح‌های ارزون قیمت، اهداف گران قیمت، موضوعی که رویکرد جنگ‌های آینده رو نشون میده. جنگ‌های نظامی اما در کالبد ضررهای اقتصادی. نظر شما در این مورد چیه؟ چی فکر میکنید؟ آیا فکر میکنید این دکترینی که اوکراینی ها برای انداختن برای همه کشورهای جهان مشابهش تدوین میشه یا نه در همینجا متوقف میشه؟ نظراتتون رو در بخش کامنت ها با ما به اشتراک بذارید. این برنامه هم به پایان رسید. از نگاه های گرم و پرمهر شما عزیزان متشکرم که با ما تا انتها همراه بودید. حتما سلاح مدیا رو سابسکرایب کنید چون که قرار اینجا کلی ویدیوی تحلیلی خفن داشته باشیم. کامنت و لایک هم یادتون نره که با این کار به ما روحیه میدید. تا دیداری دیگه، بدرود.